سلام. ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواست تا در ایام عید قربان آتش بس کنند. اداره یاد شده گفته سلسله جدید خشونت‌ها تمام افغان‌ها را متضرر ساخته است. مقامات ننگرهار میگویند نیروهای آمریکایی دو پایگاه نظامیشان را در ولسوالی‌های اچین و دهبالا تخلیه کردند و اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد. سرپرست وزارت دفاع ملی گفته است ادامه جنگ در افغانستان برای دستیابی به صلح میباشد. وی افزوده است که برای مذاکرات بین الافغانی رهایی زندانیان طالبان مسلح ادامه دارد، اما طالبان خشونت را افزایش دادند. طالبان مسلح هشدار دادند که در تمام افغانستان شبکه مخابراتی سلام هدف نظامیشان است. گروه یاد شده در یک اعلامیه از مردم خواستند تا سیم کارت‌های سلام استفاده نکنند و صادرات افغانستان در طی سال جاری به هند 21% افزایش یافته است. مقامات سفارت افغانستان در دهلی جدید میگوید در سال روان تا کنون ارزش صادرات افغانستان به هند به $530 میلیون رسیده است.